درس 11 کلید قرآن شناسی استاد عبدالظاهر دایی. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا. من یهده الله فلا مضل له و من یضلل فلا هادی له و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. اما بعد، برادرای عزیز، خواهرای محترم، در درسی که ما با شما خواندیم به ادامه درس گذشته، ما و شما در نام الله سبحانه و تعالی که الشهید بود این هم خواندیم. خب باز ما به خاطر از اینکه دقیق شود تکرار میکنم. پیش از اینکه نام شهید الله را شروع بکنیم، قواعد است برای فهمیدن اسماء الله الحسنا. مثلا چند نام الله یک قاعده داره. علم است و صفت علیم الله است و صفت شهید الله است و صفت خبیر الله است و صفت رقیب الله است. اینا در قرآن عظیم الشان وقتی که عام که الله متعال عالم است به قلب و به ظاهر و بر باطن و به همه چیز انسان، اینجا صفت علیم الله استعمال میشه. و در جایی که باز امور ظاهری هست، مثلا وقتی که انسان کارهایی را که میکنه روزمره و آنچه که در کائنات میشه، باز اینجا الله متعال صفت الشهید و یا هم صفت الشهید و صفت الرقیب الله متعال استعمال میکنه. و در جایی که مسائل قلبی می باشه و داخلی می باشه، اینجا صفت الخبیر الله استعمال میشه. نام الله سبحانه و تعالی الشهید. الشهید چی معنی؟ الشهید دو معنا داره. یک معنا که ذاتی که در هر عمل و هر مجلس و هر برنامه مخلوقاتش با علم و قدرتش حاضر است. یعنی ذاتی که در تمام مجلس‌های مخلوقات با علمش، با قدرتش، با عظمتش حاضر می باشه. الم ترى ان الله يعلم ما في السماوات و ما في الارض. الله متعال میگه آیا نمی‌بینی که الله میفهمه اون چیزی که در آسمان ها و زمین است. ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم. در یک مجلس سخنان مخفی نمیگن، یعنی سرگوشی نمیکنن یا روزگویی نمیکنن، 3 نفر مگر 4م از اینا الله هست. ولا 5 و نه 5 نفر مگر ای که سادسهم 6مشان الله هست. ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم. یا از این کم می باشه یا زیاد می باشه، الله به همراهشان می باشه اینما کانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه. باز خبر میده اینا را که شما در این مجلستان چی میگفتین و چی میکردین، این کلش باز خبر میده در روز قیامت. ان الله بكل شيء علیم. یقینا که الله متعال به هر چیز عالم است. معنای دوم الشهید چی هست؟ که تمام واقعات و حادثات امور کائنات میفهمه. الذي له ملك السماوات والارض. سوره البروج آیت 9. الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهید. یعنی او ذاتی که مالک آسمان ها یا مالکیت آسمان ها و زمین مخصوص از اوست و الله به هر چیزهایی در آسمان ها، در زمین، در لوح، در عرش، در قیامت، در آخرت، با کل از اینا الله حاضر و ناظر است و همه از اینا را الله متعال میفرماید. نام
الخبیر الله، الخبیر یکی از اسماء الله الحسنا هست. معانی از چی است؟ معنای اول الخبیر چی هست؟ که تمام آن چیزی که ما شما گفتیم مربوط به قلب و داخل و تصورات و افکار انسان میشه، الله از اینا با خبر است. الله میگه واتقوا الله، از الله بترسین. تقوا جایش کجاست؟ التقوا ها هنا. تقوا در کجا می باشه؟ در قلب می باشه. الله میگه واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون، یقین که الله با خبر است از آنچه که شما عمل میکنید. معنای دوم الخبیر چی؟ ذاتی که از تمام امور باطنی و مخفی و رازهای پوشیده در کائنات، در آسمانها و در زمین، از کل رازهای مخفی از او که انسانها و دیگر مخلوقات بیخبر هستند، الله متعال با خبر است. الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في 6 ايام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبیرا. اینجا می صفت خبیر الله اینجا استعمال شده در خلقت آسمان ها و زمین و در استوای الله بر عرش و کل از اینا. دیگه از نام های الله متعال در جمله اسماء الله الحسنا اللطیف است. اللطیف 3 معنای دقیق داره. معنای اول دقیق چی هست؟ اللطیف که امور بسیار دقیق و کوچک و مخفیه که او ما درک کرده نمیتونیم، الله متعال او را درک میکنه. لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار. این چشم های ما، بصیرت و بصارت ما الله را درک کرده نمیتونه، لکن الله که است، او آن چیزی که چشم های ما و در بصارت ما یا در بصیرت ماست، اما یزر الله درک میکنه. و هو اللطیف الخبیر، یقین که الله متعال بسیار باریک بین و باخبر است. معنای دوم اللطیف چی است؟ ذاتی که امورش بسیار دقیق و سنجیده انجام میده. یوسف علیه السلام برای پدر خود چی میگه؟ میگه این ربی لطیف لما یشاء. الله که رب ما هست میگه یقینا پروردگار ما بسیار دقیق انجام دهنده هست به چیز را که خواسته باشه. انه هو العلیم الحکیم، یقینا که الله ذات بسیار عالم و ذات بسیار با حکمت است. یعنی این یوسف علیه السلام میگه که تمام امور ما که این مثلا من در 4 بعد از 4 قسم آمدم در خانه عزیز مصر و باز در اینجا حادثات شد و به زندان رفتم و بالاخره از او باز با چا خواب میبینم و بالاخره باز من از اینجا از زندان میبرایم و بالاخره عزیز مصر میشم و مشکلات اقتصادی میه و چی میه. خب بالاخره الله متعال امو کارهای خود بسیار دقیق انجام میده و بالاخره آنچه را که میخواه او را کلش تکمیل میکنه. معنای سوم ذاتی که بر بندگانش بسیار لطیف، لطف داره و مهربان است. یعنی یکی از معانی لطیف چی هست؟ لطف و مهربانی هست. یعنی الله ذاتی هست که بسیار با بنده های خود چی هست؟ مهربان است. هر سختی که برای هر سختی الله به لطف و رحمت خود بعد از سختی آسانی را خلق کرده و دل شکسته هر غمگینه پس جبران میکنه. علم تر ان الله انزل من السماء ماء، آیا ندیدی که الله متعال از آسمان آب را نازل میکنه؟ فتصبح الارض مخضره، با زمین چی میشه؟ سرسبز میشه. ان الله لطیف خبیر، یقینا که الله سبحانه و تعالی بسیار با لطف است. زمین با آب چی میکنه؟ با لطف خود و با کرم خود این دوباره زمین سرسبز میسازه و این سرسبزی زمین سبب از این میشه که انسان ها از آب و از غذای زو استفاده میکنن. نام دیگه الله متعال العلیم است. بیشتر گفتیم که علیم عام استعمال میشه در کلش، در آنچه که در قلب است، آنچه که ظاهر است، آنچه که در آسمان هاست، آنچه که در زمین است، آن چیزی که پوشیده است، آنچه که آشکار است، در کل ازی علیم استعمال میشه. معنای اولش ذات آگاه امور مخفی و رازهای کائنات. الله متعال میگه که هو الذی خلق لكم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات و هو بكل شیء علیم. الله به هر چیز عالم است. معنای دومی چی است؟ معنای دومش اسرار خلقت
وقتی که ملائکه میگه که آدم چرا خلق میکنی یا الله؟ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. برای الله ملائکه بیان میکنه که یا الله تو از اسرار خلقت که در خلقت آدم علیه السلام و در رفتن به جنت و دوباره آمدن از به زمین در این چی اسراری هست ایره کلش انک انت العلیم الحکیم، یا الله تو عالم و باخبر هستی. معنای سوم علیم چی هست؟ که آگاه هست به اسرار قلب ها. والله علیم بالظالمین. الله تمام ظالم ها را، کسایی که میخواین به مردم ظلم و ستم بکنن، اسرار از اینا را کلش الله میفهمه. و معنای چهارم علیم چی هستن؟ ذات حاضر و ناظر بر مجالس، در هر مجلسی که هر چیز میشه الله او را میفهمه. و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت، وقتی که ابراهیم علیه السلام اما قواعد از بیت الله شریف دیوارهایش بلند میکرد و اسماعیل امرایش بود، باز میگه ربنا تقبل منا، ای پروردگار ما قبول بکو بر ما، انک انت السمیع العلیم، یا پروردگارا تو میشنوی و تو میبینی که ما چی کاری را انجام دادیم و انجام میدیم. خب این قسم اول اسماء الله که به شکل مفرد بیان میشد. حالا نامهای قسم دوم نامهایی است که به شکل مرکب، یعنی دو نام در یک جای ذکر شده، مثل الرحمن الرحیم، التواب الرحیم. این اینجا هست، این یک قاعده هست. حالا مثلا بعض نام ها هست که به رحمت الله متعال دلالت میکنن. این وقتی که الله متعال از رحمت خود، متوجه باشین دقیق، این بسیار مهم است قاعده. مثلا وقتی که الله متعال رحمت خود در رسانیدن نعمت ها و مخلوقات بیان میکنه، بازی یک کدام اسم خدا ذکر میکنه؟ اسم الرحمن. و وقتی که رحمت خود چی میکنه؟ برای رساندن رحمت خود برای بنده های خود، که امون رحمت میرسانه، او رحمت میرسانه و امون رحمت را که الله میرسانه او را بیان میکنه. و یا ای که مثلا برای بنده های مؤمن خود رحمت میرسانه، بازوی صفت الرحیم الله متعال بیان میکنه. و هنگامی که به اساس رحمت خود گناه های بنده ها را، یعنی گناه هایشان را میپوشانه و ستر میکنه و اونا را رسوا میکنه، بازوی الله متعال صفت ستیر خود استعمال میکنه. ستیر یعنی بسیار ستر کننده. و هنگامی که باز امیر ستر میکنه و میبخشه، باز اینجا صفت غفور خود استعمال میکنه. پس اینجا و هنگامی که در وقت نزول باران یا مثلا عام تعداد زیاد گناه ها را الله میخواه که ببخشه، باز اونجا نام غفار خود استعمال میکنه. و هنگامی که به اساس رحمت توبه بنده های خدا میخواه ببخشن، باز در اونجا صفت التواب خدا استعمال میکنه. این قاعده را که اگر بفهمین، باز این نام ها را معنایش باز بسیار خوب درک میکنین. مثلا نام الرحمن، گفتیم که الرحمن چه وقت استعمال میشه؟ وقتی که نعمت های الله به بنده هایش نعمت میده. رحمان یکی از اسماء و صفات الله هست، نام خاص برای الله هست. یعنی رحمان نام خاص الله است، یکی از خصوصیت های رحمان است که نام رحمان کس سر مخلوق گذاشته نمیتونه. اگر یک کس نام اولاد خود، بچه یا دختر خود رحمان میمونه، این حتی در کفر داخل میشه یا قصدن این کار میکنه. و باز اگر کسی ایره مثلا بعضی کساس مؤنث ذکر میکنه، بازی مثل اونمو مشرکین قریش وارد میشه که اسماء الله را باز مؤنث میساخته. دوم رحمان از رحمت گرفته شده، به ذات گفته میشه که موصوف، یعنی رحمتش نعمت خدا بر بنده های خود میرسانه. پس رحمان به الله گفته میشه ذاتی که نعمت ها را بر بنده های خود میرسانه، نعمت میرسانه بر دوست دشمن خود. سوم امیر رحمان به وزن فعلان است. فعلان چی معنی؟ یعنی بسیار وسیع از رحمتش. ای کریمه که از خزانه غیب گبر و ترسا وظیفه خور داری.
یعنی گبر ترسا مثلا کسایی بودن که بت پرست بودن، ترسا، مثلا نصرانی ها را میگفتن. حتی برای دشمنای خود هم ای الله تو رزق میتی، دوستان را کجا کنی محروم، تو که بر دشمنان نظر داری. پس صفت رحمان الله که است شامل کل مخلوقات میشه. از این خاطر وقتی که الرحمن استعمال میشه در مجموع نعمت ها استعمال میشه که الرحمن و علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. ببین الله متعال خلقت انسانه و ای که برای قوی نطق داد برای دوست دشمن خود خلق کرده و برشان ایره دادن. و قرآن چرا در اول ذکر کرد؟ چرا قرآن مرتبهش بسیار بلند است. اگر هدایت نباشه خلقت بی ارزش است، بی فایده است. پس این چی هست؟ الله متعال پیش از خلقت انسان قرآن ذکر کرده، در حالی که قرآن عظیمشان پسان از خلقت انسان باز نازل شده است. اینال این اسم الرحمن الله است که رساندن نعمت برای تمام مخلوقات. نام الرحیم الله سبحانه و تعالی، الرحیم که است رساننده رحمت به بندگانش است. از این خاطر به وزن فعیل آمده که وزن فعیل دلالت به وقوع فعل میکنه که همون نعمت برای بنده ها میرسانه. اینال ربکم خب اینال این چی هست؟ ان ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضله انه کان بكم رحیما. یعنی وقتی که کشتی ها مثلا در بحرها هستن و شما تجارت میکنین، از منافع از استفاده میکنین انسان، این به اساس چی است؟ رحمت الله هست که الله رحمت خود بر مردم میرسونه. دوم رحیم برای ذاتی گفته میشه که رحمتش بر بنده های مؤمنش نازل، رحمت خود بر بنده های مؤمن خود نازل میکنه. و کان بالمؤمنین رحیما، سوره احزاب آیت 43. یعنی الله متعال بر مؤمنا رحیم است. پس این صفت رحیم الله مخصوص است رحمتش برای کی؟ برای بنده هایی که اونا چی هستن؟ مؤمن هستن. اینال الرحمن الرحیم اردویشان در بسیاری آیات آمده. مثلا در سوره فاتحه میخوانیم بسم الله الرحمن الرحیم. در سوره بقره آیت 63 میخوانیم و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم. در سوره نمل آیت 30 میخوانیم که انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم تنزیل من الرحمن الرحیم. پس اینجا وقتی که الرحمن الرحیم با هم یک جای ذکر میشه، یک معنای جدیدی در ذهن انسان پیدا میشه که یعنی ما کار خود شروع میکنیم. مثلا وقتی که میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی من شروع میکنم به نام ذاتی که نامش الله هست، او ذاتی که رساننده نعمت ها هست برای تمام مخلوقاتش. بنابراین ما امیدوار چی هستم؟ امیدوار رساندن نعمتش هستم. و الرحیم ذاتی که همین نعمت عام خود برای بنده خود میرسانه و به خصوص برای بنده های مؤمن خود زیاد مهربان است. بنابراین حال ما در اردوی ازی داخل میشه، مؤمن هم در نعمت عام و هم در نعمت خاص. هم در نعمت عامی که در الرحمن فعلان است و هم در رحمتی که برش میرسه در الرحیم فعیل. دهی هم ما با شما انشاءالله داخل هستیم. میگه از نامهای الله متعال الحی است. حی چی معنی؟ یعنی حی ذات بسیار با حیا. وقتی که در اسماء الله الحسنا حی و ستیر، این دو نام در احادیث رسول الله صلی الله علیه و ثابت است، در قرآن ذکر نیست. و ما در قرآن از احادیث چرا میگیریم؟ چرا که الله متعال میگه و ما آتاکم الرسول فخذوه، اون چیزی که پیغمبر براتون آورده شما او رو بگیرید. و ما نهاکم عنه فانتهوا، از چیزی که پیغمبر شما را منع کرده از او شما دوری بکنید. پس ما به احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان داریم. چرا؟ به خاطر از ایمان داریم که الله برای ما امر کرده که و ما آتاکم الرسول فخذوه. و یک امتحان الهی است. مثلا دو نام الله که
حیی و ستیر است. این در قرآن اسم شان نیز در احادیث هست. این حال کسی که احادیث قبول نمیکنه این دو نام الله را قبول نمیکنه و این سبب کفر از میشه. ولی ما و شما الحمدلله ایمان به کتاب هم داریم و به سنت هم ایمان داریم. پس اول معنای حی به ذات استعمال میشه که حیا را دوست داره، یعنی الله متعال حیا را بسیار دوست داره. یک صحابی به نام یعلی روایت میکنه که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم، حدیث صحیح هست که امام ابو داود روایت کرده و این حدیث صحیح هست در صحیح و ضعیف سنن ابو داود. شیخ البانی این چی گفته؟ حدیث صحیح گفته. میگه رسول الله صلی الله علیه و رجلا یغتسل بالبراز. میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم یک کس را دید که در عمو خلاگاه چی میکنه؟ غسل میکنه بلا ازار، یعنی لون بسته نکرده. فصعد المنبر، رسول الله صلی الله علیه و سلم بالای منبر بالا شد، یعنی این نفر نخواسته خجالت بده. رسول الله صلی الله علیه و سلم هم بسیار با حیا بود و انسان‌های با حیا را دوست داشت و الله هم حیا را دوست داره و انسان‌های با حیا را دوست داره. رسول الله صلی الله علیه و سلم به خاطر که شخصیت از این انسان خراب نشه، بسیاری کساس مثلا یک کس در اشتباه گیر میکنه تو را به عزت میسازه، در حالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم این کارا نمیکرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم بالا میشه در منبر و نمیگه که فلانی شخص مدید می کارا کرد. سعی کنید رسول الله صلی الله علیه و سلم چه خوب اسلوب تربیت داره. فصعد المنبر، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم در منبر بالا شد، فحمد الله و اثنى علیه، اول حمد و ثنای الله را گفت. ثم قال صلی الله علیه و سلم، باز رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که ان الله عز و جل، ان الله عز و جل، یعنی ذاتی که بسیار با عزت است و ذاتی که بسیار با جلال است. یا فعل ماضی است یا فعل ماضی است. عز با عزت است، جل ذات بسیار با جلال است. حیی ستیرون، بسیار ذات حیاناک است و ذات بسیار ستر کننده است. یحب الحیاء و ستر، ذات هست که حیا و ستر دوست داره. اینا خانم هایی که حجاب می پوشند اینا چی هستن؟ کلشون دوستای الله هستن و کسی که مخالفت با این میکنه، با ستر حجاب میکنه، این دشمن الله هست. حالا وقتی را فهمیدیم که الله متعال حیی ستیر، ذات حیانات و با ستر است و خوش داره حیا و ستر، دیگر رسول الله صلی الله علیه و سلم برای مردم چی گفت؟ فاذا اغتسل احدکم، وقتی که یکی از شما غسل میکنه چی کنه؟ فلیستتر، باید ستر بکنه، یعنی یک لنگک دیگر خود چی کنه؟ توبته با ستر باشه. این الله دوست داره. دوم، وقتی که حی در اسماء الله استعمال میشه، به ذاتی استعمال میشه که هور حیا میگیره که بندی که دست دعا را به بارگاهش بلند کنه او را صفر رخصت کنه. حتما وقتی که دست دعا بلند میکنه الله برش یک چیزی میده، یا در دنیا برش میده، یا حال برش میده، یا در آینده برش میده، یا در آخرت برش نگاه میکنه، یا اگر همون چیز خاص برش نداد یک چیز باری که سر ازیه هست، گناه ازیه او رو برش بخشش میکنه. از این خاطر امام ابو داود رحمت الله علیه روایت میکنه عن سلمان رضی الله تعالی عنه، یک صحابی مبارک است، قال، گفت که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت ان ربکم تبارک و تعالی، پروردگار شما او ذاتی که تبارک، بسیار ذات با برکت است، و تعالی و ذاتی که بسیار عالی مقام است، حیی کریم، ذات بسیار حیاناک است و ذات بسیار با کرامت است. یستحی من عبده، میگه از بنده خود حیا میگیریش. سبحان الله، چه ذات ذوالجلال است.
از بندیش او را حیا میگیره اذا رفع یدیه الیه ان یردهما صفرا، که او بنده دستای خود به بارگاه الله بلند بکنه و الله باز او را چی کنه؟ این صفر خالی روان بکنه. حیا میگیریش. از این خاطر حتما الله متعال برای کسی که دعا میکنه، این هم حدیث صحیح است. دیگه از نامهای الله از ستیر است. در بین مردم ستار رواج پیدا کرده، لکن ستار در اسماء الله الحسنی نیست، ستیر هست. این هم در احادیث آمده، با ذات استعمال میشه که ستر کننده بر بندگان مؤمنش است. یعنی قضات مهربان است که وقتی یک بنده گناه میکنه ایره رسوا نمیکنه، ایره ستر میکنه، میپوشانه، فرصت میده تا که توبه بکنه. و رسول الله صلی الله علیه و سلم، امام مسلم رحمت الله علیه در حدیث صحیح روایت میکنه، میگه عن ابی هریره رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه و سلم، میگه ابو هریره رضی الله عنه از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت میکنه، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت لا یستر الله علی عبد فی الدنیا، ستر نمیکنه الله بر یک بنده خود در دنیا الا مگر این که ستره الله یوم القیامه، امی بنده خود در روز قیامت هم ستر میکنه. چه ذات مهربان است که وقتی بندهش گناه میکنه الله ایره ستر میکنه در دنیا، و باز این بنده میترسه که آل خود در دنیا ستر شدم، یا الله در آخرت رسواییش چقدر سخت است. دیگه این میگه وقتی که الله سترش کرد در دنیا، باز ایره الله متعال در آخرت هم ستر میکنه، رسواییش نمیکنه. دوم، ستیر به ذات گفته میشه که ستر و پوشش و حیا و ستر نمودن عیب دیگران را دوست داره. اتذات است که خوش داره که یک انسان بندش عیب دیگر بنده ها را چی کنه؟ بپوشه. این در حدیث ما شما قبلا خواندیم که ان الله عز وجل حی ستیر یحب الحیاء و الستر، یعنی حیا و ستر خوش داره. فاذا اغتسل احدكم فليستتر، ذاتی که این خوش داره ستره. ذات دیگه سوم چیه؟ ذاتی که بر ستر کنندگان عیب‌های دیگران ستر میکنه. یعنی مثلا یک نفر است، یک بنده عاجزی که از پیش یک اشتباه و غلطی شده، این او رو میبینه در حادمی گناه و این مثلا میتونه رسوایش بکنه، لکن امی انسان به خاطر ترس الله این چی میکنه؟ ستر میکنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم برای این شخصی که امی انسان گناهگار را ستر کرده، از جانب الله یک وعده میده. چی میگه؟ عن عبدالله ابن عمر، از عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما روایت است ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود من ستر مسلما، هر کسی که عیب یک مسلمان ستر بکنه و بپوشانه و او را رسوا نکنه، ستره الله یوم القیامه، باز خود امی شخص الله عیبهایش در روز قیامت میپوشانه. چرا مثلا هیچ کس بی عیب نیست، همه ما گناهگار هستیم، سر ما پیش الله بسیار خم است، و اگر الله ما را ستر نکنه و اگر الله ما را نبخشه و اگر الله غفور است و رحیم است و تواب است، این صفات رحمت خود مثلا بر ما نازل نکنه، ما هیچ ارزش نمی داشته باشیم. لکن چون کلی گناهگار است، ایناله اگر این بنده گناهگار یک انسان دیگی گناهگار را میبینه و سر از او ستر میکنه، الله متعال باز پاداش ازیر چی میده که در روز قیامت برای این انسان چی میده؟ در روز قیامت گناه های خودش ستر میکنه. وقتی که الله ستر کرد و معنای ازی که انشاءالله تعالی ایره میبخشه و به جنت میره. چقدر این دقیق است که انسان مسلمان از یک برادر مسلمان خودی، از خواهر مسلمان خودی، از کس مسلمان دیگر کس عیب‌های از او را بپوشانه و او را رسوا نکنه در پیش روی کلگی، و او را به خاطر رضایت الله ای کار بکنه و به خاطر ازی بکنه که در مقابل ستر کردن ازی الله خود ازی را تو عزت در روز آخرت نصیب بکنه که خودش گناهایش ستر بکنه و این امت با پوشیدن گناه ها به مغفرت خود گرفته و این به جنت الله ببره. نام دیگه الله متعال الغفور است. این الغفور ما شما گفتیم که
الغفور ذاتی که هم ستر میکنه و هم میبخشه. متوجه هستید؟ الله متعال میگه ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانه کان للاوابین غفورا. اینا میگه اگر شما صالح باشین باز الله متعال برای توبه کننده چی است؟ غفور است، یعنی بسیار بخشاینده هست. ایناله نام غفور الله متعال، این غفور از اسماء و صفات الله هست که از غفره گرفته شده، به معنای تغطیه و پوشش است. یعنی الله ذاتی هست که گناه ها را می پوشانه، صفت ذات است که بنده اش را ستر میکنه و سپس وقتی که این بنده طلب مغفرت میکنه باز او را می بخشه. فانه کان للاوابین غفورا. سوره اسراء آیت 25 است. در آیت دیگر نام غفور است با نام‌های دیگر مثل الرحیم، مثلا میگه که و هو الغفور الرحیم. یعنی چی معنی؟ الله وقتی که بنده خود ستر میکنه و میبخشه، در عین وقتی که الله بنده را ستر میکنه و میبخشه، رحیم هم است، یعنی با اساس رحمت خود و مهربانی خود این کار به بنده خود میکنه. نام دیگه الله متعال الغفار هست. الغفار از اسماء صفات الله می باشه که این هم از کلمه غفره به معنای تغطیه و پوشش گرفته شده که به معنای بسیار مبالغه در این صفت می باشه که بنده هر قدر زیاد گناه کرده باشه الله متعال ایره می بخشه، ولو که این گناه یزی حتی به اندازه شرک برسه. از این خاطر الله متعال میگه و اینی لغفار لمن تاب. یقینا من بسیار بخشاینده هستم برای کسی که توبه بکنه و آمنه. ببین این انسان مشرک است، در شرک مبتلا است، در کفر مبتلا است. اینال الله متعال اینمی شرک و کفر از این هم در دنیا میبخشن و شرطی که چی کنه؟ لمن تاب، یعنی غفار است برای کسی که توبه میکنه و آمنه و ایمان میره و عمل صالحا. تاب و آمنه و عمل صالحا، یعنی یک کسی در شرک مبتلا است، از پیش شرک شده، میترسه که والا ما خود از پیش شرک شد، در کفر مبتلا شده، وقت پیش مخواه یک کار کفری شد. اینال این انسان چی میکنه؟ الله میگه که غفار است برای کسی که تاب، اول توبه بکنه، ایمان بره، کلمه بخونه و ایمان بره و عمل صالحا و اعمال صالحه بکنه و چهارم ثم اهتدا چی مانه؟ سپس هدایت شود، راه هدایت بگیره، باز از مجالس شرکی و کفری خدا بکشه و تنیه که در بین شرک و در بین کفر هم باشه. با زبانت حمد گویا، در دلت پیدا سنم، ای به باطن کافر و ظاهر مسلمانی. چیست که انسان ظاهرا توبه بگوید لکن از امو گناه خود از او ترک نکرده باشه. پس وقتی که انسان توبه میکنه از جای گناه، از محل گناه، از وسایل گناه، از رفیقهای گناهکار، از کل از گناه خود چی میکنه؟ دور میسازه. اینی توبه حقیقی هست. امام طبری رحمت الله علیه تفسیر امی آیت شریف چی میگه؟ میگه و اینی لغفار لمن تاب. درباره از این میگه الله متعال میگه و اینی لذو عفو، معفو کننده هستم، لمن تاب من شرکهی، برای کسی که توبه بکنه از شرک خود، فرجع منه الى الایمان بی، باز رجوع بکنه از شرک به ایمان به من و آمنه و ایمان بیاره. یقول میگه الله متعال میگه و اخلص لی الالوهیه، و الوهیت برای من با اخلاص، یعنی بعد از این عبادت خودم، چی عبادت فکری هست یا قلبی هست یا زبانی هست یا بدنی هست یا مالی هست و یا تشریعی هست، این 6 قسم عبادت خودم چی میکنم؟ خالصانه برای من انجام میدم. ولم یشرک
فی عبادته ایای غیری و کسی را در شریک نمیکنه در عبادت من، یعنی غیر کسی دیگه را شریک نمیکنه. اینه از این خاطر نوح علیه السلام برای الله متعال میگه که ما برای قومم که مشرک بودن فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا، میگه برشان گفتم که پروردگارتان استغفار بکنین، از او طلب مغفرت بخواین ولو که مشرک هستین ولو که کافر هستین، انه کان غفارا، و ذات است که بسیار پذیرنده توبه هست. و یک عالم بزرگوار بسیار خوبش فرق بین غفور و غفار میگه الغفور هو من یغفر الذنوب العظام، غفور ذات است که گناه های بزرگ میبخشه، و الغفار هو من یغفر الذنوب الكثیره، و غفار کسی است که گناه های زیاد میبخشه. بناهن غفور برای کیفیت استعمال میشه که هر قدر کلام باشه و بزرگ باشه، و غفار برای کمیت که هر قدر زیاد باشه استعمال میشه. دیگر نام تواب الله هست که این نامی است که به اساس رحمت الله متعال، این نام الله متعال است التواب. تواب که از دو قسم استعمال میشه، برای انسان ها هم استعمال شده و برای الله هم استعمال شده. چرا برای الله استعمال شده و برای انسان ها استعمال شده؟ چرا که خود کلمه تواب به معنای رجوع است، یعنی یک بنده ای که از گناه خود رجوع میکنه به طرف الله، این هم تواب گفته میشه و تائب گفته میشه و توبه کننده گفته میشه. و وقتی که این توبه کرد، الله پس به این رجوع میکنه با رحمت و مغفرت خود، این باز در دوزخ نمیبره. پس وقتی که الله رجوع کرد بر بنده خود، این هم چی هست؟ این تواب گفته میشه. و وقتی که بنده به الله رجوع کرد و توبه کرد، این هم تواب گفته میشه. مثلا در این آیت شریف سعی کنیم و علی الثلاثه الذین خلفوا، و درباره سه شخصی که اینا بدون فیصله ماندن. سه شخص بودن، سه صحابه. در یکی از غزوات رسول الله صلی الله علیه و سلم رفت، اینا از جهاد رفتن به جهاد یا چی شدن؟ ماندن، تنبلی کردن که سبا میریم تو میریم، خب بالاخره ماندن و دیگه رفتن. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم پس آمد، بعضی از منافقینی که در جهاد اشتراک نکرده بودن و آمدن پیش رسول الله هم باناهای رنگارنگ کردن که والا صاحب خانم مریض بود، یا گفت والا مشکلات داشت، یا گفت اصل نداشت، یا گفت فی نداشت، لکن سه نفر صحابی که صادق بودن، زبان قلبشان یکی بود، گفت ما دروغ چطور بگوییم؟ آمدن پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که سه ما هیچ مشکل نداشتیم لکن تنبلی کردیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم اینا را فیصلهش به الله واگذار کرد و اینا را گفت که از هیچ کس گپ نزنه، حتی خانمش در بین خانه هم کتش گپ نمیداد و برش رضا نمی آورد. الله متعال میگه و علی الثلاثه الذین خلفوا، و بالای سه کسی که بدون فیصله مانده بودن واگذار شده بودن، حتی اذا ضاقت علیهم الارض بما رحبت، یعنی زمین سرشان تنگ شد، با وجود که زمین بسیار بزرگ است، یعنی بسیار سخت است آدم در جای زندگی بکنه، بچه‌شان کدش گپ نزنه و دخترشان کدش گپ نزنه و خانمشان کدش گپ نزنه و فامیلشان کدش گپ نزنه و اقارب و دکاندارا و کس سودا نتیجه ایران میمونه دیمه که چی حال است و کلی سلام بر هر کس میاد روی دور میدن. اینجا چی است؟ در از ایران زمین میگه تقصد و ضاقت علیهم انفسهم، و حتی دلهایشان تنگ شد و ظنوا، و اینا عقیده کردن ان لا ملجأ من الله الا الیه، که پناهگاه از الله بغیر از خود الله به کسی دیگر نیست، الا الیه. ثم تاب علیهم، باز میگه الله متعال برای از اینا فرصت توبه داد، لیتوبوا، تا که اینا توبه بکنن. این الله هو التواب الرحیم، یقینا که الله ذات تواب است، بسیار پذیرنده توبه است و رحیم هست. ایناله تواب در اسماء الله الحسنا چه قسمه؟ میگه به این معنی است که الله متعال ذات تواب است. یعنی چی معنی تواب است؟ یعنی علم توبه را بر ما درس میده.
اول تواب است، به خاطری بر ما توبه کردن درس میده. امی آدم علیه السلام فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه، الله متعال برای آدم علیه السلام توبه کردن چی کرد؟ یاد دادش که گفت چی بگه؟ ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین فتاب علیهم. پس الله علم توبه اول بر ما درس میده. دوم تواب است چون توفیق توبه بر انسان میده. اگر الله توفیق توبه نده، یک نفر در دام شیطان میفته و ابلیس ایره گمراه میکنه. و سوم وقتی که توبه کرد او توبه را میپذیره. دیگه تواب به معنای ذاتی که بسیار پذیرنده توبه است. فسبح بحمد ربک و استغفر انه کان توابا. یقینا که الله بسیار پذیرنده توبه است. ذاتی که توبه هر نوع گناهگار را به هر اندازه که باشه به اساس رحمت خود میپذیره. دیگه ذاتی که توبه کننده ها را دوست داره. ان الله یحب التوابین. الله متعال توبه کننده ها را سعی که بنده گناه میکنه، لکن همین بنده گناهگار وقتی که دوباره رجوع میکنه به الله و توبه میکنه، باز الله او را دوست میداشته باشه. و یحب المتطهرین. و الله متعال انسان های پاک دوست داره. سوره بقره آیه 222. از نگاه کمیت هر اندازه که زیاد باشه الله او را میبخشه، و از نگاه کیفیت به هر اندازه که بزرگ باشه الله توبه انسان را او قبول میکنه. دیگه ذاتی هست که اسباب توبه را آسان میسازه. برای انسان از عذاب دوزخ، از عذاب قبر، از عذاب قیامت، از مشکلات یا خروج بیان میکنه تا انسان کل از این را در نظر گرفته توبه بکنه. دیگه ذاتی هست که اجازه توبه را میده. ذاتی هست که با تکرار توبه تکرار قبول. هر قدر که انسان گناه بکنه باز توبه بکنه، باز رجوع بکنه، باز توبه بکنه، باز الله قبول میکنه. یعنی هر قدر که انسان تکرار میکنه توبه را به اون اندازه الله تکرار میکنه قبوله. ذاتی که به اساس رحمتش توفیق توبه را بر گناهکار میده و ذاتی که از توبه بندگانش بسیار خوشحال میشه. حتی در حدیث شریف است که میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که چی است وقتی که یک بنده به الله رجوع میکنه دیگه الله متعال توبه از چه قسم قبول میکنه. وقتی میگه اینقدر الله خوشحال میشه از توبه از این بنده خود که حتی وقتی که روز قیامت مثلا چه قسمی قصه شده است که میگه مثلا شما یک مثال بیارید. مثالش رسول الله صلی یک مثال بیان میکنه. میگه یک نفر در یک دشت میره، یک دشت بسیار کلان است. در بین از این دشت که روان است همراه شتر خود. مثلا حالا فعلا شتر نیست، مثلا یک نفر یک موتر داره، در بین موتر موبایلش هم است و مثلا کل چیزایش هست و مثلا کامپیوترش هم است و موبایلش هم است و پیسه‌ش هم است، کل چیزا موتر است. یک وقت اون طرف میره، پس که می سعی میکنه که موترش نیست. دیگه وقت رسول الله صلی الله علیه و آله امین نفر که می سعی میکنه شترش نیست. اوه دست این شتر آب ما بود و غذای بود و وسایل بود کلش نبود. چه شدی شتر رفت کلش نبود. هر قدر تا میده و بالا میده و میره و میگرده این نمیفهم. از دسته که بسیار جگر خون میگه میشه می قرار درخت که میکنه دیگه تو جگر خون که حالا چطور کنم به این دشت بی ها بی پیسه بی نان بی غذا هلاک میشم چطور میشم. یک وقتی که بسیار متخصص که چشم خدا باز میکنه که سعی میکنه که شترش پیش روش استاد است. میگه از دستی که ور خطا میشه چی میگه؟ اللهم انت عبدی و انا ربک. ور خطا میشه میگه ایواز میگه یا الله ما بنده هستم تو رب من هستی. میگه یا الله تو بنده من هستی من ربت هستم. از دستی که بسیار در خوشی ور خطا میشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه خوشی انی مخلوق شما میگه تصور میکنه که چقدر خوشحال میشه. میگه الله متعال به توبه بنده خود اینقدر خوشحال میشه که وقتی یک بنده از پیش یک گناه میشه نمازش ترک میشه، روزیش ترک میشه، عبادتش ترک میشه، غیبت میکرده باشه، دروغ میگفته باشه، شیطانی میکرده باشه، گناه میکرده باشه، فیلما را سهل میکرده باشه، نامحرما را سهل میکنه، اینا از یاد توبه میکنه. الله متعال اینقدر خوشحال میشه که انسان از این گناه ها و اشتباهات خود رجوع بکنه. و قسم سوم در اسماء الله متعال نام های است که
و مثلا اما به شکل متعدد ذکر شدن. مثلا در سوره الحشر الله متعال میگه هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. اینجا چند نام یک جای ذکر شده، مثلا الملک ذکر شده و جبار و قدوس و یا ذکر شده که انشاءالله این نامها را باز بچکتر شبرتان میدیم. اگه با کار خانگی شما باشه که باز هر کدام از خودتان پیش خود انشاءالله یاد بگیرین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.